مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشمی های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه و یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که قسمت دوم افشاگری خودمون در خصوص فساد فدراسیون فوتبال رو اختصاص بدیم به ماجرای دلالی مدیر برنامه‌ها و جابجایی‌های عجیبی که اتفاق میفته. یهو بازیکن پرسپولیس میره استقلال، بازیکن استقلال میره پرسپولیس، نمیدونم فلان بازیکن میره تراکتور و از این نوع اتفاقاتی که ما تو طول این چند سال گذشته زیاد دیدیم. تو آخرین نمونه‌اش هم رامین رضاییان رو داشتیم که رفت استقلال که حالا در طول این ویدیو بهش خواهیم پرداخت، و از اون مهمتر ماجرای پیوستن این چهره علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس و پیوستن او به باشگاه تراکتور که حسابی جنجال به پا کرده و تو طول چند روز گذشته ما شاهد این بودیم که پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس مدام مصاحبه کردن و گفتن که یا رب مبادا گدام معتبر شد از این صحبت‌ها، و خیلی از مردم هم اومدن حمله کردن به علیرضا بیرانوند که خودش رو به پول فروخته و چی شده که باشگاه پرسپولیس رو ترک کرده و رفته به تراکتور. امروز میپردازیم به این قضیه که اصلا چی شد بیرانوند رفت باشگاه تراکتور و چه کسایی پشت پرده این موضوع بودن. قطعا کسانی که در بدنه فوتبال ایران هستن. خیلی از این اطلاعاتی که من میدم رو دارم و خیلی از این اطلاعات رو هستش و تمام این افراد این موضوعات و این کثافتکاری‌ها و این باندبازی های پشت پرده رو میدونن. اما هواداران باشگاه پرسپولیس، استقلال، فولاد، تراکتور، سپاهان، هواداران باشگاهایی که تمام جونشون رو برای این باشگاه میدن و عصبانی میشن، ناراحت میشن، با پیروزیاشون خوشحال میشن، خبر از اتفاقات پشت پرده ندارن و اون افرادی که در این باشگاه هستن و در سایه این باشگاه رو مدیریت میکنن هر گونه کثافتکاری و فسادی که دلشون بخواد انجام میدن و مردم و طرفدارا رو بازی میدن. اما ماجرای بیرانوند و اختلافش با باشگاه پرسپولیس برمیگرده به مصاحبه‌ای که علیرضا بیرانوند چند وقت پیش انجام داد علیه پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس. مصاحبه‌ای که حالا برای شما تیکه‌هایش رو هم پخش خواهم کرد و غیر مستقیم حمله میکنه به این چهره علی پروین، یکی از کسانی که مافیای باشگاه پرسپولیسه. حالا در قسمت‌های بعدی افشاگری فساد فوتبال میپردازیم به علی پروین و میپردازیم به اینکه چجوری در پشت پرده از زمانی که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بوده چجوری دلالی بازیکن میکرده. این نکته رو هم بگم که به باشگاه استقلال، باشگاه سپاهان، فولاد، تراکتور، ذوباهن و به اکثر باشگاه‌ها میپردازیم و ربطی به این نداره که الان داریم راجع به باشگاه پرسپولیس صحبت میکنیم، راجع به بقیه باشگاه‌ها صحبت نکنیم. فکر نکنید حالا من پرسپولیسی ام یا استقلالی هم نه، من اصلا جدا از رنگ‌ها به این موضوعات اهمیت نمیدم. سعی می‌کنم که حقایق رو به گوشتون برسونم. ماجرا از این قرار بود که علی پروین دوست نداشت که بیرانوند با پرسپولیس ادامه بده و قرارداد امضا بکنه و مدام پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس رو تحریک میکرد که ضد علیرضا بیرانوند مصاحبه بکنن و به گوش علیرضا بیرانوند هم رسونده بود که جایی در باشگاه پرسپولیس نداره. حالا به علی پروین چه ربطی داره بیرانوند؟ بعد به شما بگم که علی پروین و درویش به عنوان همه کاره باشگاه پرسپولیس و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و خلاصه همه کاره دوست قدیمی همدیگن، یعنی دوست 30-40 ساله همدیگن و از قدیم الایام با همدیگه یک رفاقتی دارن و به نوعی اومدن درویش به باشگاه پرسپولیس و مدیر عامل شدنش رو مدیون علی پروین هستش و علی پروین پیشکسوتان رو همراه کرد و افرادی رو توی دولت همراه کرد. الان جدیدن هم از پزشکیان حمایت کرد، یه ویدیو هم منتشر کرد و حمایت کرد دیگه. کلا تو بدنه اون سیستم هم رفت و جاپای خودش رو توی وزارتخونه و وزارت ورزش هم سفت کرد با اون حمایتی که انجام داد و به حال امتیازات خاصش خودش رو خواهد گرفت و اومد و درویش رو نشوند توی رأس باشگاه پرسپولیس و گفتش که من تصمیم میگیرم به عنوان یک مدیر در سایه که کی باشه و کی نباشه و به درویش هم گفته بود که اگر
علیرضا بهرانوند در باشگاه پرسپولیس بمونه، تو از باشگاه پرسپولیس خواهی رفت. چرا؟ چون علیرضا بهرانوند، حالا شاید من خودم منتقد علیرضا بهرانوند بودم و کسی بودم که حالا زیاد راجع به علیرضا بهرانوند افشاگری کردم، اما گفته شده چون علیرضا بهرانوند 6 جام رو پرسپولیس آورده، پروین دوست نداره که کسی از خودش محبوبتر در باشگاه پرسپولیس بمونه، به نوعی دیکتاتوری. همون بلایی که سر مهدی هاشمی نسب آوردن. مهدی هاشمی نسب بازیکن بسیار محبوب بین علاقه‌مندان باشگاه پرسپولیس بود تو ایام القیام، قدیم الایام، آره. و بازیکنی بود که وقتی وارد زمین میشد اول اون رو تشویق میکردم و بعد بقیه بازیکن ها و بعد از اون علی پروین و کسای دیگه رو. و علی پروین تحریک کرد پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس رو و مهدی هاشمی نژاد رو مجبور کرد که از باشگاه پرسپولیس بره. این قضیه رو بهرانوند هم متوجه شد. بهرانوندی که در باشگاه پرسپولیس تیم ملی هم حسابی خوش درخشیده و بهرانوند اومد یک مصاحبه ای رو کرد و غیر مستقیم حمله کرد به علی پروین. ببینید. و فقط من پیشکسوتایی که درباره من صحبت میکنم، من خودم میدونم از کجا خط میگیرن. میدونم از کجا خط میگیرن، منظورش علی پروینه دیگه. یه صحبتایی رو انواع اقسام باش پیشکسوتای باشگاه پرسپولیس کرده بودن. ببینید تیکه‌شو. پیشکسوتان پرسپولیس، این که بیای راجع به پیشکسوتا صحبت کنی خط قرمز ماست. شما وقتی میگی پیشکسوت یعنی 70 سال عمر با عزت تیم پرسپولیس بوده. حالا یه سال جام میان حمله میکنن به علیرضا بهرانوند، افراد مختلف، کسانی که دست نشانده علی پروین هستن و تمام این افراد مصاحبه میکنن و راجع به بهرانوند صحبت میکنن. و جالبه تو همین مصاحبه علی پروین راجع به همه صحبت میکنه الا علیرضا بهرانوند. با سیاستی دیگه، یعنی مصاحبه شده کامل نگاه بکنید، 20 دقیقه هست. کلا پروین راجع به همه صحبت کرده الا علیرضا بهرانوند، که علیرضا بهرانوند هم میگه من میدونم اینو از کجا خط گرفتن. پیشکسوتایی که درباره من صحبت میکنن برگردن به عقب و فکر کنن عقب که چه اتفاقاتی واسه باشگاه پرسپولیس رقم زدید، بعد برید درباره بهرانوند صحبت کنید. و انگار یه چند تا از پیشکسوت‌ها صحبت کردن درباره بهرانوند شغلشون شده و منم میدونم که از کجا خط میگیرن و به نوعی حمله کرد به علی پروین. خلاص همین حمله کردن علیرضا بهرانوند به علی پروین به صورت غیر مستقیم براش گرون تموم شد، تا جایی که دیگه جایی در باشگاه پرسپولیس نداشت. این در حالیه که بعد از اینکه پرسپولیس قهرمان شد، علی بهرانوند مصاحبه کرد و گفت که آقا من پولی نمیخوام از باشگاه پرسپولیس برای سال آینده و صبر میکنم که بقیه بازیکن‌هایی که پولی دریافت نکردن پولشون رو دریافت کنن، من به زودی دریافت خواهم کرد. اما از اون طرف این گوشی من در بیارم دیگه، لازم نداره. هلوش 6 میلیارد تومان مبلغ قراردادش بوده که باش تصفیه میکنن. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان پاداش علیرضا بهرانوند بوده برای امسال. برای سال قبلم که هم بدهی داشته از اصل قراردادش، هم بدهی داشته برای پاداشش که بهش پرداخت نکرده بودن، که بهش هم میگن که پاداشت رو بهت نمیدیم و دیگه خودت میدونی دیگه. علیرضا بهرانوند میره باشگاه پرسپولیس چند روز پیش و میگه که با تکلیف قرارداد من رو مشخص بکنید که شهریاری و اعضای هیئت مدیره و افراد دیگه از قول درویش بهش میگن که تو دیگه جایگاهی تو باشگاه پرسپولیس نداری، تو اصلا کاری برای باشگاه پرسپولیس نکردی و از این صحبت ها. و میگن آقا ما نمیخوایمت. نه علیرضا بهرانوند بخواد برای پول بره باشگاه دیگه، عملاً باشگاه پرسپولیس این صحبت ها. درویش هم میاد مصاحبه میکنه، میگه آقا این فسخ غیر قانونی بوده. ولی خب بهرانوند توی نیم فصل زمانی که میخواستن باشگاه پرسپولیس استقلال رو به بانک ها واگذار بکنن، میره باشگاه پرسپولیس و از اونها دست نوشته میگه آقا اگه بانک ها بیان دیگه آقا وضعیت ما نامشخص میشه، به من یه دست نوشته بدید و یه قراردادی رو به من بدید یا یه جوری قرارداد منو تنظیم بکنید که من بتونم فسخمو انجام بدم اگه اتفاقی افتاد. و اگر من 2 هفته بعد از پایان فصل پولامو نتونستم دریافت بکنم، بتونم فسخ بکنم. این اتفاق هم میفته و بعد 2 هفته تصویر. خلاصه از اون طرف
برانوند تصمیم به جدایی میگیره، استوری میذاره و پیشکسوتای باشگاه پرسپولیس و علی پروین چون میدونستن ماجرا از چه قرار هستش میان و تحریک میکنن رسانه و افراد مختلف حمله بکنید بر علیرضا برانوند که بی غیرت، که برانوند با بی غیرتی از باشگاه پرسپولیس داره، نه به صورت عادی که هم خراب بشه هم گذشته درخشانی که در باشگاه پرسپولیس داشته عملا خراب بشه. برانوند میره لابی میکنه و ارتباط میگیره با رضا شاهرودی. به رضا شاهرودی میگه که البته قدیمیای باشگاه پرسپولیس دو دسته هستند، یه دسته کسایی هستند که با علی پروین، یا دسته هم کسای دیگه که اصلا جزء این باند نیستن، میان ارتباط میگیرن با علیرضا برانوند که آقا اگه پولی میخوای چیزی میخوای بگو ما بهت میدیم. حتی یه شخصی توی کانادا هستش که این آدم هوادار باشگاه پرسپولیسه و حالا اسم و فامیلشو شاید دوست نداشته باشه ما بگیم برگردم، حالا مهم نیست. این آدم بیشتر پولهای زیرمیزی بازیکنهای فوتبال باشگاه پرسپولیس رو این میده، یعنی بازیکن میره قرارداد میبنده 10 میلیارد تومان ولی عملا قراردادش بوده 20 میلیارد تومان. 10 میلیارد تومان ما بقیه قراردادش که تو قراردادش هم نبوده و ثبت هم نشده در فدراسیون فوتبال به صورت زیرمیزی از اون آدم پول داره تو کانادا میگیره و اون آدمه بیشتر بازیکن‌های باشگاه پرسپولیس که از هواداران باشگاه پرسپولیس هم هست پول زیرمیزیشون رو داده. بنابراین اینا سقف قرارداد عملا به معنای واقعی کلمه نمیزنن اگه بخوانن، چون قراردادشون رو کمتر امضا میکنن بقیه‌اش رو زیرمیزی میگیرن. خلاص اون پیشکسوت‌ها میان به برانوند میگن آقا برگرد باشگاه پرسپولیس، چیه بقیه دارن مصاحبه میکنن میگن تو به خاطر پول میخوای از این باشگاه بری. رضا شاهرودی این وسط میاد که برانوند میگه آقا رضا شاهرودی من اصلا برای پول اصلا نمیخوام بازی بکنم، من اصلا پول نمیخوام، باشگاه پرسپولیس منو نمیخواد. که رضا شاهرودی میره به یه شخصی به اسم مهدی عرب میگه، مهدی عرب دوست صمیمی علی پروین و درویشه که گاراژدار هم هستش توی میدون ترشت، یه گاراژ داره اونجا و از رفیقای قدیمی این دو نفره که میره اونجا صحبت میکنه و میگه که آقا تو رو نمیخوان. اون آدم هم که تو کانادا هستش میگه آقا من حاضرم 10 میلیارد بهت بدم علی بیرو تو برگرد باشگاه پرسپولیس. میگه آقا من اصلا پول نمیخوام، تو زنگ بزن باشگاه منو نمیخواد. که همین اتفاق هم میفته و برانوند رو باش تمدید نمیکنم. بانک شهر به عنوان اسپانسر باشگاه پرسپولیس جلسه میذاره با اعضای هیئت مدیره و میگه که ما تیم رو میخوایم برای قهرمانی ببندیم و یه کاری بکنید که علیرضا برانوند برگرده، هر چقدر هم پولش ما بشه ما میدیم. بانک شهر که نمیدونسته که اینا از قبل لابی کردن، علی پروین فشار آورده که برانوند دیگه تو باشگاه پرسپولیس نباشه. میاد به درویش میگه که فردا باید زنگ بزنی و به برانوند بگی که برگرده باشگاه پرسپولیس. علی پروین و مهدی عرب هم شبونه میرن خونه درویش و به درویش میگن که اگر علیرضا برانوند تو فردا صبح بهش زنگ زدی که برگرده باشگاه پرسپولیس، ما یه کاری میکنیم که تو از باشگاه پرسپولیس بری. دیگه خودت میدونی دیگه، اگه میز و دوست داری میخوای بمونی که برگرده، اگه نه که بگو آقا برو دنبال بازی. که همین اتفاق باعث میشه که با علیرضا برانوند تمدید نکنن و از اون طرف منصور عظیمی که قبلا هم راجبش صحبت کرده بودم که از دلالان فوتبال ایرانه، این چهره که نزدیک هم هستش به به امیر قلعه‌نویی، عذرخواهی میکنم، این چهره منصور عظیمی اون هماهنگ میکنه و علیرضا برانوند میره تراکتور و مبلغ قراردادی هم که باشگاه تراکتور باش امضا کرده 45 میلیارد تومنه و 25 میلیارد تومنش رو جلو گرفته و مابقی قراردادشون هم در طول فصل خواهد گرفت. به علاوه پاداشا این در حالی هستش که ترابی 80 میلیارد تومان با تراکتور قرارداد بسته و بقیه بازیکن‌ها هم تو همین هولوش قرارداد بستن. چرا برانوند نتونسته پول سنگینی بگیره؟ به خاطر اینکه باشگاه تراکتور میدونسته که این از اونجا رونده، از اون ور مونده شده و به خاطر همین نتونسته بازی بکنه با قراردادش که بتونه قراردادش رو بیشتر بکنه و میدونستن که باشگاه پرسپولیس علیرضا برانوند رو نمیخواد. منصور عظیمی برای این جابجایی چیزی هولوش 2-3 میلیارد تومان احتمالاً از باشگاه تراکتور حق دلالی دریافت کرده و علیرضا برانوند رفت باشگاه تراکتور. همین اتفاق هم برای رامین رضاییان افتاد که اومدن و بهش
فشار آوردن که با باشگاه پرسپولیس امضا نکنه. به حال امیر رضاییان هم دوست داشت که برگرده باشگاه پرسپولیس و از اون طرف باشگاه استقلال و پیشکسوتان باشگاه استقلال بهش زنگ زده بودن که بیا باشگاه استقلال برای استقلال بازی بکن و امیر قلعه نویی هم بهش گفت بود که اگر میخوای توی تیم ملی جا داشته باشی بعد استقلالی بشی و این هم در نوع خودش جالب. مربی تیم ملی که رنگ آبی رو دوست داره سعی میکنه که یه سری از بازیکن‌ها هم برن باشگاه استقلال قرارداد ببندن. این شد ماجرای علیرضا بیرانوند و رفتنش به تراکتور. در قسمت‌های بعدی فساد فوتبال ایران و اتفاقات پشت پرده فوتبال ایران میپردازیم به باشگاه سپاهان، قسمتی به باشگاه پرسپولیس استقلال خواهیم پرداخت و اینکه پول‌های میلیاردی که تو باشگاه تراکتور داره جابجا میشه پولش داره از کجا میاد و با چه هدفی داره خرج میشه. مرسی که تا این لحظه ما بودید. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.